به لحاظ مالی که شما تو معذوریت هستین تک فرزندین، پدرتون یه کوچولو ساپورتتون میکنه. به نظرتون یه خانواده درست کردن با یه کوچولو ساپورت حل میشه؟ چند کوچولو ساپورت حل میشه؟ با طرف خودش کار کنه حل میشه. یعنی شما اگه بخواید یه روزی ازدواج کنین اصلا از پدرتون هیچی نمیگیرین؟ من ازدواج کنم خیر. مثلا من چی فکر میکنه راجع من؟ خیلی هم میخوان ازدواج کنن، خب مثلا باباشون بهشون خونه میده. اگه بخوام یه خانواده درست کنم، اون خانواده رو خودم باید درست کنم. کسی نباید درستش کنه. اون خونه وقت مال پدرم، مال من نیست. یه خونه 5 متری رو به یه خونه مثلا 300 متری که پدرم مثلا می‌رفته ترجیح میدم. تو فرق داره، چون پایش فرق داره، دلیلش فرق داره، هدف چیز دیگه. الان این شکلی فکر می‌کنی یا همیشه؟ فکر کنم همیشگی باشه، چون راه فراره. تو تشکیل خانواده می‌خوای بدی، چند روز پسر به دنیا و چجوری می‌خوای واسش الگو باشی؟ کمک چه اشکال داره پدر مادر به بچه‌شون کمک کنن؟ کمکی که پدر مادر میتونن بکنن همون تصمیم گیریه دیگه. دارا تو این راهو بری موفق میشی. این کمک است. نه اینکه همه کارو واسه انجام بدن. چه کمکیه؟ اون خیانته.